بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ترتیب دوم ستاد سید محمد رضا حسینی، فرمانده دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض خیلی مقدم به کشور جمهوری اسلامی ایران، محترماً از حضور مقام محترم رئیس جمهور کشور ترکیه استعداد دارد پرچم و گارد تشریفات را بازدید فرماید.